سوم سوال همین است که بعضی جا میریم هم میکشیم خودمو، لیکن مول گو نه که خطرش که آدم ازند نه که سر دوده میمونن جوی کلمبه، نه که ارغمچی نمون ویروفکا سرش پافتن ایلوجش نیست. بعد مجبور میشیم یک دو بار همین پرونده کشتیم، میگه می پروند دهایده بریم رفته کالش میبریم همون وقت. همین مسئله اگر آدم ضرر میکردگی باشد بعد میپروندگی آدم اهل نصارا یا که نصارا یا که غیری یا که موج بدین باشد. یک شطور در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم گریخت، کشته نمیشد. خپیده که کشتنی بودن که ذبح کردنی بودن که گریخت. بعد از قفاش سرانده به یک نیزه از قفا زدن، یعنی نیزه رفته در آمد و افتید سونی رفته بسم الله الله اکبر کردن، یعنی نیزه خطی نمیمورد، میمورد و شاید یک و یعبارو نمیمورد، لیکن همین هم این مانند خود شکار است. انا همی خیل شطورهای همی خیل کنی تا گفتم، یعنی شطوری چرس یا گاوی چرس میگود و بسته نمیشد، دستگیر کرده نمیشد، همه میزند مثلا. اینه یعنی اجازت است که مثال در حرکت کرده باید گردنش زنید، نگی نتونید اردیگر جوش هم زدن ممکن، لیکن بسم الله الله اکبر گفتن نکن، چون که یکی اگر مرده ماند تا اینکه حلال شود. لیکن اون تیر اگر مقصد فقط از جا از پا غلطاند لیکن زنده ماند درست بسم الله الله اکبر گفته شما میبرید، در حال بریدن در کار که تا اینکه در حالت زنده بودن حیوان و قلبش حالی کار میکند فشار کتی خونها براید. خون نجاست است، خون خوردن ممکن نه. اگر خون از گلو به طریقه دفع شدت اگر به تیزی نبراید اون خونها در داخل گوشت باقی میماند و مبدل به گوشت میشد. او گوشتش ببینید خود مرده رنگش چیکار میشد؟ رنگ بی نوری دل ناکش میشد گوشت. وقتی که خونها میبراید گوشت همین شاد و روشن گوشت خوش رو میشد و مزهش هم تغییر مییابد. حتی همین لابراتوری ها دو گوسفند یک بسم الله الله اکبر یکشه به بسم الله کشته مزهش چشیدن در لابراتوری ها، اونی که بسم الله گفته میشد مزهش خوب است. یعنی بیهوده الله تعالی یک گوسفند یا یک گاوی که یک تن گوشت میکند اگر بسم الله نگفته کشید حرام میشد. تبارک اسمه، مبارک است نام الله تعالی، با برکه است. اگر بسم الله الله اکبر گوید همین یک تن گوشت حلال میشد، اگر بسم الله نگفته کشید حرام میشد. تبارک اسمک، مبارک است نامت ای پروردگار. نام الله تعالی مبارک است. بنابراین ما کارهای وقتی شروع میکنیم بسم الله گفته شروع میکنیم، همچون تبرکی، همچون با امید اینکه برکه نازل شود به حرمت نام الله تعالی، به همراهی نام الله سبحانه و تعالی. بنابراین برادرها حرکت کنیتان، یعنی احتیاط میکنید در این حالت ها. همون هم خودتان زنیتان، تیرش هم بسم الله گفته زنیتان و در حال رفته گردنش بریدن نکن. اگر گردنی گاو دراز باشد نحر کردن نکن. نحرش یعنی از این طرف میزنید. گردنی گاو یعنی از آن شطور انیق نحر، گوسفند انیق ذبح، اما گاو دو خیل اجازت است، ذبح هم اجازت، نحر هم اجازت. نحرش از این طرفی گردن میزنید، ذبحش از این طرف. فهمیدید؟ برای اگر گردن دراز باشد از اینجا زنید خون دیر میبراید، از اینجا زنید هم به راحت میبراید. یعنی شطور اگر بینید از اینجا میزنن، شطور از اینجا بعضی گردنهای شطور 1.5 متر 2 متر است گردن، همین دهانش اگر حساب کنید تا آخری تا جایی که گردن آمده به تنه میچسبد 2.5 متر 1.5 متر 2 متر گردن من دیده است. یک اسپراوا پر شده است یک گردن قد. یعنی وی اگر اینجاش زنید دیگر خون سوس میبره، اینجاش میزنه، این نامش نحر میگه. یعنی امخیل گاوای در حالتی راست دادنش هم آهسته میرید و کاردی تیز کرد یکتا میزنید تمام نحر شده. بسم الله الله اکبر تا از تگش میزنید. شطور کشی بینید ویدیوها شاید باشه در یک اینترنت ها. همین خیلی کشید آسان میگردد. گاو با پاش راست ایستاد، شرط نه که به 4 کس قپیده ایستاد و بندید و غلط کنید و
خیلی نه راست ایستادگیش تمام خورده ایستاده است راست میرید هم شش یک طرف شروع میایستد و سرش گردنش میزنه و یک کارده همین قدرک این شترهای یک تانه دو تانه هم قدر کار چکتی میکشه عربا همین خیلی میکشه این به هم راحت میبراید هم وقتی که پشکش کشادگی خودش راست ایستادگی باشد خون بسیار به تیزی میبره خوابونده 4 کس 10 کس قپیده ایستاده این خیلی کار کردن در کار نه نهر کردن و جای تنگ بمیستد خودتون مثلا این طرف تخته های شما دستان میدارید و گردن میزنید تمام خون فرس کرده میبرد این بهتر است از آن که تیر کتی زنید